سلام، من مسعود بهبودی هستم. اینجا مدسیه. امروز میخوام در مورد چند تا باور اشتباه در مورد ریاضی که خیلی رایجه بین همه صحبت کنم. اولین باور اشتباه رایج در میان مردم اینه که خیلی هم میگن من ذهن ریاضی ندارم. این اصلا یعنی چی؟ من ذهن ریاضی ندارم یعنی چی؟ مثلا تا حالا دیدین کسی بگه من ذهن راه رفتن ندارم؟ خب راه رفتن هم همون شکلی مثل ریاضی شما در اصل تمرین یاد میگیری دیگه. یه سری مسیر توی مغزت ساخته میشه، شما تو دورانی که کودک هستی یاد میگیری چجوری تعادلت حفظ کنی، چجوری قدم برداری، چجوری سرعت رو تنظیم کنی. همین که تو خیابون داری راه میری به این اون نمیخوری، مغزت رو داره محاسبه میکنه با چه سرعتی برم، چجوری از کنار یه نفر رد بشم. ریاضی هم به همون صورته. و اینکه ریاضی دبیرستانی دبستانی کلا این چیزی نیستش که مثلا یه استعداد خارق العاده بخواد. شما قرار نیست مثلا نیوتن بشی، انیشتین بشی، چرا اونا مثلا نابغه بودن. ولی این ریاضی دبستان و دبیرستان اصلا چیزی نیستش که استعداد خیلی خاصی بخواد. پس چرا بعضیا حس میکنن که ذهن ریاضی ندارن؟ ببین کلمه ریاضی اصلا از کجا میاد؟ ریاضی یعنی شما باید ریاضت بکشی تا یاد بگیری و سختی بکشی. سختی کشیدن یه تمرین باید بکنی. نمیدونم میدونین یا نه، تو عربی ریاضی اصلا ریاضت و اینا به معنی ورزشه. یعنی ما میگیم ورزش، اونا از کلمه ریاضی، شبکه‌های ورزششون اگه نگاه کنیم معمولا ریاضی توش استفاده شده. اگه ببینید یعنی ورزش باید بدی، مغز رو باید ورزش بدی، تمرین بدی، این مسیرها آماده بشن تو ذهنت، بری جلو. همه چیز توی درس ریاضی با تمرین و ممارست و جدیت به وجود میاد. پس این که بگی من ذهن ریاضی ندارم، من تواناییشو ندارم، اینا همش حرفه. همتون میتونین با تمرین کردن ریاضی رو یاد بگیرین، ریاضی دبیرستانی رو یاد بگیرین. دومین اشتباه رایج اینه که بعضی از بچه‌ها فکر میکنن که هرچی بیشتر تست بزنن بیشتر یاد میگیرن. میشینن مثلا تستا رو میزنن، درست غلط اینا، اونایی هم که غلط زدن میشنن جوابش از روش میخونن. این خیلی روش موثری نیست. از رو خوندن که باعث میشه شما ریاضی یاد بگیری. ریاضی باید بنویسی، باید دست به خودکار بشی، باید شروع کنی به نوشتن. در واقع تعداد تست مهم نیست، کیفیت اون تست زنی شما مهمه. اینکه شما زمانی بری سراغ سوال بعدی و تست بعدی که اون سوال قبلیه رو بتونی 0 تا 100 راه حلش رو کاغذ بیاری. تا وقتی اون سوال رو نتونستی 0 تا 100 رو راه حلش رو کاغذ بیاری، از اون سوال نباید اصلا شما رد بشی. باید همونجا بمونی، انقدر تکرار کنی، انقدر روش تمرکز کنی که بتونی 0 تا 100 رو کاغذ بیاری و حل کنی و بعد بری جلو. و هی مدام هم به این باید فکر کنیم. اینایی که مغز ریاضی، مثلا بچهای رشته ریاضی، یه تفاوتی که با بچهای رشته تجربی دارن اینه که اینایی که مغز ریاضی دارن همش دنبال راه حل آسان‌تر میگردن. این مغز تو هی باید بگه الان اینو من میتونم با راه حل آسان‌تری حل کنم، الان اینو میتونم با اون راه حل کنم. اینا رو هی به هم بیاد ربط بده، ببینه میشه، امتحان کنه. اینجا هاست که اون مسیرهای مغزی ساخته میشه و تقویت میشه. یه چیزی هم باید مثلا خیلی خوبه که دانش آموزی که بگه من این سوال رو میتونم حل کنم، چون اینو یه انسان طرح کرده و قطعا من از اون انسان شکست نمیخورم و من میتونم حلش کنم. اینا همه باعث میشه که وقت بیشتری بذاره، تمرکز بیشتری داشته باشه، دنبال راه حل بهتر باشه و بتونه که پیشرفت کنه. سومین اشتباه رایج حذف کردن بعضی از مباحث تو درس ریاضیه. این ریاضی که من میگم، باز میگم من حسابان رشته ریاضی رو میگم و ریاضی بچهای تجربی رو. مثلا میاد میگه که مثلثات من حذف میکنم. خب این درس ریاضی مثل زنجیر، اینا به هم دیگه وصلن. تو وقتی یه قسمت رو حذف کنی قطعاً در فصلهای دیگه دچار مشکل میشی. مثلا وقتی تو مثلثات رو حذف میکنی، مثلا
توی حد دچار مشکل میشی، توی مشتق دچار مشکل میشی. حذف کردن این باعث میشه که تو اون فصل هم درست یاد نگیری و اعتماد به نفس کافی نداشته باشی. این کار پس کلاً میتونه یه اشتباه خیلی مهلکی باشه، مگر اینکه تو بخوای مثلا بگی آقا ولش کن دیگه، من مثلا میخوام برم چه میدونم 2 سوال جواب بدم، اونم مثلا برم، اونم خیلی بعیده، خیلی سخته. پس مباحث رو نمیشه حذف کرد، به خصوص مباحث پایه‌ای رو مثل تابع، مثل مثلثات، مثل معادله درجه 2، اینو نمیشه حذف کرد. حالا شاید بشه مثلا کاربرد مشتق رو نخوند، چون دیگه بعدش دیگه چیزی نداره دیگه مثلا که به این ربط داشته باشه برای کنکور، ولی مثلا نمیشه حد و نخوند بعد مشتق و خوند، چون اگه تو حد بلد نباشی عملا سوالی که تو مشتق بهت میدن بعیده که بتونی حل کنی. ممکنه خیلی با احتمال پایینی ممکنه مثلا شانس بیاد یه چیزی باشه که بشه حلش کرد. 4مین اشتباه حفظ کردن فرموله. اولا که با خوندن فرمول کسی حفظ نمیشه. توی درس ریاضی، تو حسابان، ریاضی تجربی، ما خیلی فرمول حفظی نداریم. مثلا اگه مقایسه کنیم با درسی مثل فیزیک خب خیلی فرمول داره، ولی تو درس ریاضی ما خیلی فرمول نداریم، خیلی کمه، بیشتر راه حله، بیشتر منطق پشت اون سواله که شما باید بلد باشین. برای اون فرمول هایی هم که هست، برای اینکه یادشون بگی، خوندن و روخونیش فایده ای نداره، باید چندین و چند بار از فرموله تو سوال های مختلف استفاده کنی تا این دیگه بره تو ناخودآگاه ذهن تو، هر زمانی بتونی ازش کمک بگیری. من حتی خودم مثلا تجربه خودم برای یاد گرفتن فرمولا مثلا تو درس فیزیک که خیلی فرمول داشت، اینه که هر بار که میخواستم سوال حل کنم کل فرمول رو کاغذ مینوشتم، در همه، حتی اگه حفظ بودم مدام مینوشتم فرمول رو. تو درس ریاضی هم باز همین کار میکنم. مثلا حالا تو درس ریاضی فرمول اون شکلی معنی نداره، ولی مثلا فرمول مشتق مثلا تابع مثلثاتی، خب این با تمرین تو یاد میگیری که مثلا مشتق سینوس یو چی میشه و همیشه یادت بمونه. تمرین و تکرار زیاد کمکت میکنه که فرمول رو درک کنی، روشش رو یاد بگیری. توی بخصوص درس ریاضی میتونی هی از خودت بپرسی این از کجا اومده. فکر کردم اینکه این فرمول از کجا اومده هم خیلی در واقع تو فهمیدن فرمول تاثیر داره. مثلا رابطه دلتا رو همتون میدونید چیه، با دلتا معادله درجه، ولی خیلی کمن بچه‌هایی که فکر می‌کنن مثلا این دلتا اصلا از کجا اومده، چجوری اینو به دست آوردن. وقتی بفهمیش خب فرموله هم راحت‌تر یادت میمونه. یه سری اشتباهی رایج بود که تا اینجا به ذهنم رسید. حالا اگر در واقع دیدیم که به درد شما خورد و بازخورد خوبی گرفتیم از این ویدیو، حتما موارد دیگر هم بهش اضافه میکنیم و کم کم کامل ترش میکنیم. امیدوارم موفق باشین و این گفتگو به دردتون خورده باشه.